خب اجازه بده. بله خب نه مریم جان، یه لحظه وایسا من برات دوربین رو ثابت کنم. نگاهت یکم پایین تر باشه. بله خب بذار دوربین ثابت. حالا شروع کن. و اما زمستان از راه میرسد و تمام شهر را با دستان سردش در آغوش میگیرد. برف میبارد، سکوت تمام کوچه ها را به تسخیر خود درآورده و من در انتظار آفتابی که در پس این سپیدی میتابد. جونم دخترم چیه؟ بابا از مدرسه نامه دادن که هم شما هم مامان حتما بیان مدرسه. باش من فردا خودم. الان برو راحت استراحت کن بخواب که فردا صبح بابا دفعه قبلم گفتیم باشه ولی نه تو اومدی نه مامان. باشه دیگه میام، گفتم میام. ما باید با هم صحبت کنیم. باید صحبت کنیم با هم. باشه با هم صحبت میکنیم. بذار این آپلود شه. آفرین به تو خواهر هنرمندم. تو از بچگیدم پر از هنر و احساس بودی. من فکر میکردم گوینده چیزی بشی ولی حیف که خورد کردی آقا هادی و هیچ جا نرسیده. ای کاش این آقا هادی میگم مغازشو بفروشه و یا آکادمی چیزی واسط بگیره. شاید تو اینجوری پیشرفت کنی خواهر. خانم محترم، نصف شبی اومدی خونه من داری از فروش مغازه من صحبت میکنی؟ ای بابا آقا هادی چه فرقی میکنه؟ خونه ما و شما نداره که. این همه آدم غریبه چی میخواد تو خونه من؟ غریبه نیستن، توضیح میدم. چه توضیح داری بدی؟ مریم خانم من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی همیشه دکلمه های شما رو تمرین میکنم و الان میخوام یکیشو برای شما بخونم. آقا هادی معذبم میکنی؟ این چه جور نگاه کردنه؟ مریم جون من عاشق شعرهای شما هستم، بی‌نظیره. اصلا هر وقت شعرهای شما رو میشنوم و احساساتی میشم. اما حیف از شوهر شانس نیاوردی. مریم خانم ما روانشناسا وقتی با آدما نگاه میکنیم میفهمیم که این مشکل زندگیشون دارن. من متن شما رو خوندم واقعا لذت بردم ولی معلومه که یه عذابی از زندگی داری میکشی. سلام من باشیم. عجب. مثل قنات باشی، شیرینی باشی و البته نانوا باشی. آموزشگاه هم دارم. تازه شیرینی، نان و هر چیزم که بخواین تولید میکنم. مریم جون از اونجا که خیلی دوستتون دارم هر کدوم از این رو شما به من معرفی بکنید من بهشون یه تخفیف ویژه میدم. سلام مریم جون، میشه به فالووراتون بگیم قلب قرمز برام بذار؟ آخه من خرج زندگی بچه‌امو از این راه در میارم، خرج زندگی بچه‌ام از این قلب قرمز که میذارن. مریم خانم خب راستش منم مثل همه این آدم شما رو دنبال میکنم و دوستتون دارم اما بیشتر بهتون حسودی میشه. شما چجوری اینقدر فالوور دارین؟ من هر کاری که میکنم فالوورام بیشتر بشه نمیشه که نمیشه. خنده های علکی، جوک های بیمزه، حرکات های مسخره، اما نمیشه. دلنوشتاتون چقدر شبیه زندگی من مریم خانم. اصلا آدم دلش میخواد مثل شما بنویسه ولی البته هر کی بهتون گفت ننویسید اصلا به حرفش گوش ندیدا، حتی همین آقا هادی. سلام خانمای گلم، یه خبر عالی براتون آوردم. از حالا به بعد با چین و چروکای صورتتون خداحافظی کنید. یه کرم اورجینال آوردم که تمام چین و چروکای صورتتون از بین میبره، یه پوست صاف و شفاف بهتون. سلام مریم خانم، خوبین؟ بابت این دکلمه قشنگتون اوستام گفته به فالوورای عزیزتون یه تخفیف ویژه بدیم. راستی مریم خانم من دلنوشتات همه خوندم، به صورت آواز در آوردم، خیلی هم قشنگه. میخوای برات بخونم؟ یه لحظه وایسا. سلطان غم چه خبرته؟ نصف شبی داری آواز میخونی تو خونه من؟ چته آقا؟ من خونه من شما داره مگه؟ حالا که جمعتون جمعه منم لازم دونستم که خودم رو معرفی کنم. من دکتر حشمتی هستم، متخصص زیبایی. میخوام بهتون یه هدیه بدم، یه ایدی، پکیج های لاغری. آقای محترم شما نصف شبی به چه حقی اومدی خونه من؟ با دعوت کی اومدی؟ من بدون دعوت جایی نمیرم آقا.
در ضمن خونه ما و شما نداره که. من با شعرهای مریم خانوم میرم توی دنیای دیگه ای، یه رویای دیگه. آخ دستتون. نه چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، نگران نباشید. داری چی کار میکنی؟ دارم آزمایش میکنم. آزمایش چی؟ که بتونم مردم رو اصلاح کنم. مگه تو کی هستی؟ من نسل زد هستم. تو خونه من؟ الان فکر میکنی منم میخوام مثل بقیه بگم خونه من و شما نداره، ولی نه اینطوری نیست. کلافم. برو پست آخر خانمتو پاک کن یا یه کامنت عاشقانه بذار. مریم خانم سلام. من دکتر امامی هستم، وکیل پایه که دادگستری. خیلی وقته که پیجتون رو دنبال میکنم و اتفاقا متن زمستونیتونم خیلی به دلم نشست، اما یک موضوعی ذهن من رو به خودش مشغول کرده. از لحاظ حقوقی و قانونی شما اطلاعات بسیار زیادی رو از خودتون و خانواده‌تون در فضای مجازی منتشر میکنید. اینها ممکنه مزایایی برای شما داشته باشه، اما یقینا خطرات و آسیب‌ها و عواقبی به دنبال شما هست. آیا به حریم خصوصی فکر کردید؟ همه اینهایی که می‌بینید به دنبال یک اهداف خاصی هستن. یکی به دنبال فروش محصولشه، یکی به دنبال تبلیغ همون محصوله، یکی به دنبال تخفیفه و یکی هم دنبال دلنوشته. اما شما چی؟ این وسط میدونید چه چیزهایی رو به دست میارید و در مقابلش چه چیزهای ارزشمندی رو از دست میدید. خواستم بهتون بگم همیشه زندگی واقعی بسیار ارزشمندتر از زندگی در پشت صفحه گوشی موبایل. امیدوارم همیشه موفق باشید. هادی جان سحر شده، بیا الان اذان میگن ها. خواستی با هم صحبت کنیم. غذاتو بخور. بابا منم میخوام فردا موزه بگیرم. خانم مدیر گفته فردا تو و مامان اولیا بیان مدرسه تا نماز بچه هاشون رو ببینن. میری دختر بخور غذاتو بخور. چی شده؟ نکنی فکر میکنی ما هم کامنتی؟